خب ما امروز یه سفر یه روزه شروع کردیم از شهر برونو وسط ایالت مین که بریم یه دوری تو ایالت مین بزنیم، شهر کمدن رو ببینیم، بلفاست رو ببینیم و بعدش هم بریم واترویل. یه مارکت عراقی هستش اونجا، کباب میگن کباب خوبی داره. ما مارکت ایرانی نداریم توی مین، ولی اون مارکت عراقی میگن کبابش خوبه. بعد آره بریم ببینیم چی میشه. الان تایم هم تقریبا آخره نوامبریم، هفته بعد تانکسگیوینگه. تقریبا اون پیک پاییز رو رد کردیم، ولی بازم طبیعتش به نظرم با اینکه برگار ریختن ولی قشنگه. بریم ببینیم سفرمون چجوریه. اومدیم شهر بندری بلفاست، تقریبا یه ساعتی ما اونوره. شهر آروم بندریه ولی قشنگه. بعد مردم اینجا یه کارشون اصلا این ماهیگیری و صید و اینجور چیزاست، یا همین مثلا لابستر و خرچنگ و از این خوزعبلات. یه پرنده هم اونجا رو هوا اصلا خیلی عجیب خوشو ثابت نگه داشته با باده. یه فکر کنم مرغ دریاییه اینجور چیزا. هوا هم یه نسیم خیلی سردی داره میاد و پرنده اصلا نیست، فکر کنم حالت چیز مصنوعیه. خب شهر بندری بعدی شهر کمدن هستش، تقریبا 20 دقیقه اونور بلفاست. اینجا معمولا توی تابستون خیلی توریست محوره، توریست زیاد میاد، ولی تقریبا کشتی های هم که الان اینجا همه توریستی هن. میرن وسط اقیانوس و یه دوری میزنن و برمیگردن، ولی خب الان تقریبا دیگه توریست نداره و خلوته الان که ما آخر نوامبریم. ولی معماری قشنگی داره، معماری واقعا فکر کنم اروپایی داره. اینا پارکینگ قایقاشون رو ملت میان اینجا پارک میکنن، تابستون هم میرن یه سور تا غروب دور میزنن تو اقیانوس. تابستون ها از این یه تیکه اردکای پلاستیکی رها میکنن، بیاد بره تو دریاچه، بعد دریاچه اینجا جمعش میکنن و نمیدونم باشه که چیکار میکنن. اینم مرکز شهر کمدن که نسبتاً خوبه، شلوغه. از مرکز شهر بنگور به نظرم حداقل شلوغ‌تره، حتی بلفاست هم اونید. تمام شد مرکز شهر، تمام شد همینجا. مختصر و مفید. این هم یه قسمت دیگه همون مرکز شهر کمدن.
کریسمس به راه این نماد کمدنه کلیساه که معلوم هم نیست باشه این درخت ها. بریم دیگه به سمت شهر واترویل که دیگه اون بندری نیست، اون تقریبا وسطه. یه ساعت اینجا فاصله داره. بریم رستوران عراقیه یک کبابی بزنیم ببینیم چه جوریه. اینجا یه کافه خیلی قشنگه توی کمدن. یه چای گرم اومدیم بگیریم ولی دیگه اپل سایدر داره. یه اپل سایدر گرم بگیریم بریم به سمت واترویل. اینم شهر واترویل و اینم این رستوران عراقی. بریم ببینیم چی داره. خب اینم داخل مغازه نکساشی داشت عربیه. حلوا عرده، اینم حلواست. تو چیز ایرانی نداره. یه مغازه مکا توی شهر پورتلند اون بیشتر چیزا داره. میز ایرانی هم داره ولی خیلی نداره چیزی. خب این کباب خوبیده است. اون هم ماست چیه، اینم شاورما به تیک نون، اونم دوغمونو. این حالا چجوریه طعمش. خب اومدیم بیرون. والا حقیقت خوب بود غذاش. یعنی حالا کبابش بیشتر شبیه کتلت ما بود. طعم کوکو یا کتلت ما رو میداد، شبیه کبابای ایرانی نبود. ولی این شاورمای مرغش هم خوب بود. در کل به نظرم شاورمای مرغش ادویه‌های خوبی داشت. من نمره فکر کنم 5 بهش بدم. ولی خب میتونست غذا یه ذره گرمتر باشه. ولی در مجموع به نظرم خوب درست کرده بودن. نمره 5 از 5. منظورم گوگل مپه. آره نمره کامل بهش میدم. ولی می نویسم که میتونست گرمتر باشه غذا. همین.